بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز جلسه دوم از داستان صحابی بزرگ عتبة بن غزوان هست. شخصیتی گفتیم که عمر رضی الله عنه اون رو برای فتح شهر ابوله فرستاده بود که در اون دشمنان شکست خورده جمع شده بودن برای اینکه بتونن نیروهاشون رو یک پارچه بکنن برای حمله به مسلمانان و جزیره العرب. حمله خیلی خطرناک. در هر صورت عتبة بن غزوان رو گفتیم که عمر فرستاد با سپاه اندک و امکانات خیلی کمی، که گفتیم با چه گرسنگی بود و چگونه با اولین بار با برنج مواجه شدن و برنج رو دیدن و داستانش هم خب شنیدنی بود. اما ببینیم که عتبه خب با این سپاه اندکش نزدیک شد دیگه بالاخره به شهر ابوله. اینها دیگه این شهر دیگه یک شهری بود که دارای قلعه های خیلی ویژه و محکمی بود در ساحل دجله. ساحل دجله بود و در درون این شهر تسلیحات نظامی فراوانی بود و این برج دارای موقعیتی بود که کاملا از هر جهت مراقبت میشد. خب اینجا عتبه بن غزوان دید که سلاح زیادی هم ندارن، نیروی زیادی هم ندارن، چرا که در این شرایطی که اینها قرار گرفتن تقریبا 600 تا هستن، حدودا 600 نفر شده بودن. حالا دیگه جمعیتی که شده بود به جز تعداد اندکی زن هم که باشون همراه بودن و شمشیرشون کم بود، نیزه هاشون کم بود. اون شهرم کاملا در شرایط کاملا استراتژیک و محکم و حفاظت شده. اومد با خودش فکر کرد، گفت چه کار بکنیم؟ خب میدونید که جنگ هم خود است و برنامه ریزیه. اومد گفت بیا به زنها، اومد یک سری پرچم‌هایی رو آماده کردن، پرچم‌ها رو بلندی رو آماده کردن، پرچم‌های که تاثیرگذار باشه، اینها رو نیزه ها قرار دادن. به زنها گفت شما نگاه کنید در این موقعیت قرار بگیرید، شما پشت سر سپاه در یک فاصله دورتری قرار بگیرید و وقتی که ما داریم به شهر نزدیک میشیم شما با تمام توان در حالی که این پرچم ها رو بالا گرفتید سعی کنید گرد و خاک زیادی پشت سر ما را بندازید، طوری که تمام فضا رو گرد و خاک بگیره که دشمن فکر کنه هزاران نیرو داره به سمت اونها میاد و میخواد به حمایت از ما بیاد و ما نیروی پیشتاز حمله هستیم و نیروهای اصلی پشت سر هستن. خب زنها هم دیگه خودشون آماده کردند و برای این کار نبرد حساسی بود. وقتی که اینها به شهر ابوله نزدیک شدن، نیروها نگاه کردن دیدن بله داره سپاهیانی نزدیک میشه. یه دفعه دیدن اوه پشت سر این سپاه که پرچم‌های زیادی داره به چشم میخوره، چه گرد و غبار زیادی و اصلا مثل یک سپاه جراری داره حمله میکنه با شدت. این صحنه رو که دیدن یک دفعه با هم گفتن وا ویلا، این که دیگه هنوز جلوی لشکر اینها هست، پشت سر نگاه کن چه نیرویی خواهد اومد و ما با این وضعیتی که هستیم ممکنه در برابر اونها شکست بخوریم. و دیده بودن قدرت و مبارزه مسلمانان رو و از اون طرف هم شنیده بودن اینها چه شهامتی در میدان جنگ دارن. از این ور این نیروی 600 نفر رو دیدن دارن شهر ابوله نزدیک میشه، از اون ور هم اون نیروهای جرار رو نگاه میکردن که دارن چجوری میجنگند و مثلا آماده میشن و دارن میان، مثلا گرد و غبار مثلا فرض کن حرکت اسب هاشون هست و مثلا پرچم ها داره به اهتزاز در اومده، دارن با شدت میان. یک وحشتی در قلب اینها افتاد، ترس تمام وجودشون رو گرفت و گفتن ما هیچ چاره‌ای نداریم، سوار کشتی‌ها بشیم الفرار. اینا همه سوار کشتی‌هاشون شدند و این نظامی‌ها و کسایی که در اونجا جمع شده بودند و فرار کردند و عقب نشینی کردند. شهر با اون عظمت موند برای عتبة بن غزوان و مسلمانانی که همراهش بودند. بدون که یک نفر از نیروهای مسلمان کشته بشه و کسی اونجا کشته بشه، این شهر و تمام روستاهای اطرافش فتح شد. غنیمت خیلی زیادی رو در اون جنگ اینها به دست آوردن. غنایم خیلی زیادی بود، به گونه‌ای که نقل شده که وقتی از اونها پرسیده میشد که در چه شرایطی هستید، میگفتن که اونجا مسلمانان در ناز و نعمت و ثروت قرار گرفتن. حتی شایع شده بود که بیاین که اینها طلا و نقره رو دارن کیله میکنن دیگه، وزن هم نمیکنن. و این بود که خب جمعیت زیادی هم از که اطراف و اکناف که مسلمان شده بودن خب به این ابوله و مناطق اطراف اومدن. عتبة بن غزوان وقتی این صحنه رو دید
که بالاخره این شهری بود که آزاد شده بود و از هر طرف هم می اومدن. خب مسلمان ها هم در برخورد و ارتباط مثل نیروهای امپراتوری فارس که نبودن ظلم و ستم بکنن، عدالت و آزادی و شرایط خاصی فراهم شده بود و وضعیت دیگه به گونه‌ای بود که دیگه این شهر ابوله جایگزین این همه نیروی مهاجر نداشت. عتبه ابن غزوان به عمر رضی الله عنه نامه‌ای نوشت که گفتش که شرایط اینجوریه که اگر شما اجازه بدید ما یک شهر جدیدی در نزدیک همین ابوله تأسیس بکنیم و محلی رو هم معرفی کرد که بعدها مشخص شد این شهر بصره بود دیگه. اسم این شهر رو گذاشتن بصره و این شهر بصره رو بالاخره عمر رضی الله عنه با پیشنهاد غزوان این شهر بازسازی شد، ساخته شد و اولین ساختمانی هم که در این شهر بنا شد ساختمان مسجد بزرگی بود که در اونجا وجود داشت. و این چیز عجیبی هم نیست. خب مسلمانان جنگ میکنن برای اینکه بتونن بندگی خدا رو بکنن و راه موانعی رو که دشمن مانع از عبادت اونها هست بردارن. حالا که به صلح و آرامش رسیدن جایی بود که باید نیاز به مکانی برای عبادت داشته باشن و مسجد در واقع میشه گفت قلب یک مسلمان هست. مسجد همون آبی است که ماهی بهش نیاز داره که یک مسلمان برای تنفس و زندگی درش نیاز داره، باید جای بگیره. هر کسی شروع کرد برای خودش میومد، مهاجران در اونجا طبق عادت معمولی که وقتی به یک سرزمین مهاجران میان، سرزمینی که دارای ناز و نعمت و رفاه هست، برای خودشون خونه های بزرگ و شرایطی فراهم میکردن. این شهر هم اتفاقا اگه در تاریخ نگاه بکنید خیلی جالب طرح‌ریزی شده و برنامه‌ریزی شده و نشون میده که ذکاوت عمر رضی الله عنه و مسلمانان در سازندگی این شهر، در کانال‌های آب، کانال‌های فاضل آب، در ساخت ساختمان‌ها در برابر نور و ارتفاع ساختمان‌ها نسبت به هم دیگه، کوچه‌ها و خیابان‌ها و قسمت‌های مواصلاتی و ارتباطی و قسمت تجاری کاملا حساب شده بوده. من فکر می‌کنم خدا رحمت کنه آقای عبدالله احمدی در زندگی عمر رضی الله عنه وقتی که ایشون کتابی که نوشتن در اینجا خیلی کاملا بحث کردن که چگونه عمر این برنامه‌ریزی رو در مورد این شهرسازی در مورد بصره داره و شهر دیگری که به گمانم کوفه هست، حالا تو ذهنم نیست که چگونه این ساخته شده، با کاملا این بهش اشاره شده. اما خب هر کسی گفتیم در خودش خونه هایی رو می ساختند و شرایط زمین هایی واگذار شده بود. اما خود عتبه ابن غزوان که فرمانده و امیر این شرایط بود و این شهر رو ساخته بود، خودش تو یک خیمه زندگی می کرد که با خودش می گفتش که نه، من نباید کاری بکنم که خدای نکرده دنیا منو فریب بده. و ایشون وقتی که میدید که مردم از هر سو به سمت بصره میان و چگونه دنیا رو به مسلمانان روی کرده، میترسید که مبادا واقعا این مردم فریب بخورن. چرا که میدید که مسلمانان امروز غذاهایی رو دارن میخورن که مخصوصا عرب‌ها وقتی به اون سرزمین بودن این غذاها رو نخورده بودن. فالوده و انواع شیرینی ها و گفته مثل برنج و غذاهایی که اینها خیلی به ذائقه‌شون خوش اومده بود و هر کسی به این سرزمین میومد، این بود که ایشون خیلی ناراحت بود و نگران بود. یه روز مردم رو جمع کرد در مسجد کوفه و گفت مردم نگاه کنید، این دنیا به طرف شما اومده ولی این دنیا فانی هست، میگذره و شما از این دنیای فانی به دنیای جاودانی خواهید رفت، دنیایی که اونجا اعمال خیر و نیکتون عرضه میشه. باور کنید من 7مین نفر هستم که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردم، همراه ایشون بودم، در حالی که ما در شرایطی قرار گرفتیم که به جز برگ درخت در اون زمان حتی از گرسنگی نداشتیم چیزی بخوریم، تحت محاصره بودیم، از گرسنگی لبهای ما ترک ترک میشد و ما حتی لباسی نداشتیم خودمون از سرما بپوشونیم، یک پتوی چیزی که یکی گیر اومد که من داشتم بین خودم 2 قسمت کردم و بین سعد بن ابی وقاص، یکی به اون یکی به من، که ما بتونیم خودمون رو با اون بپوشونیم. ولی امروز ببینید که خداوند اینگونه به ما عزت داده، هر کدوم از ما امیری هستیم در شهرهای خودمون، در جاهایی که هستیم و همه حرف ما رو گوش میکنن و مواظب باشید که خدای نکرده دنیا فریب نده. و این سخنرانی رو کرد و ایشون گفت من با همه احوال میدونم که جان ما خیلی کوچک و ضعیف نزد خدا. شخصی رو ایشون به جای خودش در اون منطقه گذاشت و به سمت مدینه اومد به دیدار عمر فاروق رضی الله عنه و درخواست استعفای خودش رو به عمر داد. گفت من میترسم که دنیا دیگه بیشتر از این ما رو تباه بکنه، خدای نکرده زندگی منو خراب بکنه. عمر قبول نکرد، گفت راهی نداره، تو باید برگردی به بصره، دوباره امیر در بصره باشی و
علی‌رغم این که ایشون حاضر نبود که دیگه امارت بگیره و دوباره فرماندهی اینو داشته باشه، دستور عمر رو قبول کرد، اما با خودش گفت خدای من دیگه به بصره بر نگردون، من نمیخوام اونجا اون رفاه و اینها منو خدای نکرده فریب بده، که تا اینکه بالاخره ایشون در همین مسیری که به سمت بصره میرفت اجلش رسید و از این دنیا رفت. بله، نکته جالبی که در مورد عتبه بن غزوان نقل شده، گفتیم ایشون دوست مقداد هست، در تمام جنگ ها کنار پیامبر هست و ایشون بین ایشون و ابو دجانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیمان برادری برقرار کرده بود و زمانی که پیامبر دستور داد به حبشه برن، ایشون هم با مهاجران به حبشه رفت، اما وقتی فهمید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه اومده، از شوق و علاقه‌ای که نسبت به پیامبر داشت بلافاصله این هم به کجا اومد؟ به مدینه، به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. از همون اوایل اومده، همراه پیامبر بود. گفتیم که ایشون از عمر خواست که واقعا ازش این امارت رو برداره، فرماندهی رو ازش برداره و استعفاش رو بپذیره، اما عمر قبول نکرد و چاره‌ای هم نداشت و ایشون دیگه چون باید اطاعت بکنه دیگه، وقتی که یک فرمانروایی دستور میده در یک سرزمینی دیگه به خاطر خدمت به دین خدا باید قبول کنه، اما قلبا راضی نبود و خداوند هم این چنین کرد که دیگه ایشون در مسیر بصره از دنیا رفت و نقل شده که ایشون 57 سال بیشتر عمر نکرد. اما اینکه چرا این شهر را هم بصره نامیدن، گفتن به خاطر که دارای سنگ‌های سیاهی بود و نوع معماری که در این شهر به کار رفت. خب داستان عتبه بن غزوان رو هم با هم خوندیم. تا روز دیگه و جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.